پیشوازگیری استوانه کوروش کبیر را سازمان یونسکو در جلسه نوبتی خود پذیرفت و برای خط چاره‌بینی های خویش داخل نمود. خود از خود سوال به میان می آید که اعلامیه کوروش کبیر چه حجت نادر تاریخی است که این را سازمان ملل متحد همچون حجت بی همتا پیشواز میگیرد در سطح جهانی و چه عمومیت ها، چه افضلیت ها، چه دارایی های نادری را در خود محفوظ داشته است. 2550 سال پیش از این در بابل کوروش کبیر یک شخصیت بزرگی که با لشکرش بدون خونریزی و با راه آسایشته به این شهر تاریخی و به این شهر جهان شمول وارد گشت و او را با گل و گلدسته ها پیشواز گرفتند. کس در تعجب میماند که این شخصیت چه بزرگی و چه افضلیت داشت که باعث خوشحالی ساکنان بابل گردید. کوروش کبیر این شخصیت توانایی هست که از نیاگان باستانی ما بوده. سال 16 اکتبر سال 539 تا میلاد به بابل وارد گشت و کس در حیرت میماند که همون در اعلامیه کوروش کبیر که عبارت از 45 باب است، 19 باب از زبان سرکاهین معبد مردوک آورده شده است و 26 باب به واسطه از زبان کوروش کبیر. کوروش کبیر این شخصیتی بود که او آزادی دین، برابری حقوق آدمان، فضای آزاد عمل همه دین ها را پشتیبانی و پیشنهاد میکرد. هنگام تاجگذاری پسرش کمبوجیه که در نوروز سال 538 روی داد، روز هفتم عید یعنی روز عید پادشاهان و بزرگان، او اعلامیه خود را اعلان کرد. اعلامیه از 2 قسم عبارت است. چنان من گفتم 19 باب از زبان مردوک می آید. سرکاهن بزرگ بابل او کوروش را ستایش میکند که با آرامی بدون خونریزی و با آسایش به بابل وارد شد. مردم بابل قدمهای کوروش را با خوشحالی پذیرفتند و او را همچون فرستاده مردوک بزرگ اعتراف کردند و از آمدن او شادمانی نمودند. کوروش کبیر در اعلامیه خود در باب 3 و 4 و 5 و دیگر بابهای میانبعده می آورد که لشکر من با آسایش وارد بابل گشت و من فرمان دادم که کسی را سر نزنند و کسی جبر نکنند، خانه کسی را نستانند و غارتگری ننمایند. این قدم نخستین کوروش بزرگ در بابل بود. و سپس می آید که من دستور دادم که غلامان را نیازارند و می آورد که من کوشش کردم که بردهداری را براندازم، یعنی ظلم و ستم را به غلامان برکنار سازم. و در همان اعلامیه کوروش کبیر در یکی از بابهایش می آید که وقتی که من به بابل آمدم دیدم که همه خدایان را از مسند خود گرفته برکنار کرده‌اند و مردم از خدایان خویش محروم گشته‌اند. در بابل در همون دوره قوم و قبیله های زیادی زیر فرمان بابل بود، زیر فرمان پادشاه بابل نواخودونوسر و وارثان او بودند.
نبانید پادشاه آخران و وارثان او بودند. همین سیاست دنیویت، سیاست فضای آزاد برای همه دینها که در دوره کوروش بزرگ جاری گشت، این دستاورد بزرگترین بشریت است، این دستاورد بزرگترین دنیویت است. چون که در آن دوره مثلا هم هموراپی، هم اشوربانیپال، هم سارگون، هم دیگر پادشاهان بابل زوراوری را پیش گرفته بودند. همین دنیویتی که کوروش کبیر پذیرفت، برابری، برابر حقوقی خلق در دین، در زندگی، در مثلا آسایش، همین بعد کوروش کبیر فقط در اعلامیه سازمان ملل متحد جای گرفت. قریب 2300-2400 سال همین اعلامیه کوروش کبیر ماهیت و هدف رسی و بشرپرستی و انسانگرایی خود را از دست نداده است و این اعلامیه یکی از حجت‌های بزرگترین تاریخ بشریت است که این را تمام مردم عالم از امریکا تا انگلیا تا دیگر ملت‌ها تا شرق اعتراف کرده اند و هنگام قبول قطعنامه‌های مهم بین المللی به این تکیه کرده اند. حتی هنگام قبول کنستیتوسیای امریکا به همین اعلامیه کوروش کبیر رو آورده بود. آن وقت به زبان انگلیسی ترجمه شده، با 11 زبان ترجمه شده، پهن شده بود و سازمان ملل متحد اعلامیه کوروش کبیر را با 11 زبان بین المللی ترجمه کرده، پهن نموده است و امروز ما بسا شاد و سرفراز هستیم که با پشتیبانی پرزیدنت مملکت که در پیام سال گذشته به مردم رسانیده بود که پیشواز گرفتن اعلامیه کوروش کبیر به نقشه گرفته شود و شاد و سرفراز هستیم که همین نقشه عملی شد. سازمان ملل متحد پذیرایی و پیشوازگیری و عید و تنتنه اعلامیه کوروش کبیر را رسما قبول کرد. برای خط چاره‌بینی های سازمان ملل متحد وارد شد و این حجت باعث سرفرازی این اعلامیه یا منشور کوروش کبیر باعث سرفرازی، سربلندی و افتخار ما فرزندان و نسل کوروش کبیر می باشد که ما می توانیم با نام کوروش افتخار نماییم. و امروز باعث سرفرازی است که در دوشنبه باغ کوروش کبیر یکی از زیباترین باغ‌های پایتخت عمل میکند. در این باغ پیکره بزرگ کوروش کبیر گذاشته شده است. در سطح دیگری باغ همان استوانه کوروش کبیر در حجم کلان گذاشته شده است و دیروز یا پریروز بود همان در همین باغ بزرگ تنتنه بزرگی همایشی چندین دولت‌های دنیا برگزار کرد که باغ کوروش کبیر را همچون مرکز سیاحی تاجیکان در روی دنیا اعتراف کردند. این باعث افتخار و سرفرازی ماست که من در تمام دولت‌های دنیا، در اکثر دولت‌های دنیا بودم، نه در ایران، نه در افغانستان، نه در پاکستان که وارثان کوروش کبیر هستند. من نشان از باغ و از مثلا پیکره و استوانه کوروش کبیر پیدا نکردم. شاید باشد، شاید من ندیدم، لیکن همچون یک فرد تاجیک، همچون یک فرزند تاجیک، همچون یک شهروند تاجیک من افتخار میکنم که در پایتخت ما شهر دوشنبه نام و نسب و استوانه کوروش کبیر باعث سرفرازی همه ملت ماست
و تمام سیاحان که می آیند نخست به زیارت باغ کوروش کبیر، به زیارت پیکره او، به زیارت استوانه او می رسند و باعث افتخار است که در نزد موزه ملی ما پیکره دیگر کوروش کبیر گذاشته شده است. یعنی ما با نام و با استوانه و با منشور و با اعلامیه کوروش کبیر افتخار داریم و سرفراز هستیم.